اشتراکی فعالی مردم کشور برگزار گردید. ما مشاهده کردیم و حس کردیم که مردم کشور، شهروندان کشور ما نسبت به معرکه انتخاباتی، نسبت به چنین چهارراه مهم سیاسی یک اعتماد بزرگ دارند، همچنین به مقامات نمایندگی سطح‌های گوناگون. این یک عامل سرجمی، یک عامل متحدی ملت ما، خلق ما را تجسم داد. حزب اگری تاجیکستان به انتخابات برگزار گردید البته با یک تئوری جدی آمده بود و ما پیش از همه کوشش کردیم که در این فرصتی کوتاه هم باشد بعد از اعلام گشتن روز انتخابات و البته کارها قبلی هم بودن پیش از این درباره معرفی و تبلیغات و تشریفاتی، لیکن در این فرصتی که بعد اعلان انتخابات شد ما کوشش کردیم که کارها بسیار نسبت به این مسئله ها، یعنی پیش از همه تبلیغات و تشریفات و معرفی حزب و انتخاب کنندگان و مردم کشور کارهای خود را بیشتر کنیم. ما با این انتخابات 32 نفر نامزد خود را از مجلس نمایندگان مجلس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم. از آن 13 نفر در حوزه‌های یگانه عمومی جمهوری و 19 نفر طریق حوزه‌های یکمندتی انتخاباتی. بعدتر 4 نفر نماینده ما نامزدی خود را بازپس گرفت و ما با 28 نفر در این صفحه اشتراک داشتیم و چهلی که شما اطلاع دارید و چهلی که دیروز از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی اعلام گشت، حزب اگری تاجیکستان با صاحب گشتن 11.8% رای مردم صاحب 3 جای در مجلس نمایندگان گشت و همچنین دو نماینده ما با گرفتن اوضاع بیشتر در حوزه‌های یگمندتی ناحیه بوسه 39 و سپیتامین 25 صاحب مندت وکیلی گشتند و اینک حزب اگری تاجیکستان صاحب 5 جای در مجلس تازه انتخابی نمایندگانی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خواهد شد.